بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، حال شما خوبه؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهش میکنم، سلامت بشه آقای انصاری. آقای انصاری، من در جواب این آقای امینی میخواستم یه مطلبی رو بگم. بفرمایید. دیروز آقای سجودی تو شبکه نور یک برنامه داشتن، آیه های 20 تا 24 سوره فاتحه رو اگر لطف کنیم باز کنیم، یه توضیح واضحی برای این آقای امینی هستش که گفت میرن سر خاک مرده ها و فکر میکنن مرده ها میشنون، بعد اونا را شفیع قرار میدن. من میخوام از شما که انسانی زنده و حی حاضر هستید بپرسم که شما که زنده هستید، فرض کنیم اصلا شما کرین، هیچی رو نمیشنوید، به هیچ عنوان چیزی رو نمیشنوید. اگه من بخوام بیام با شما صحبت کنم و شما را ببرم پیش یک کس دیگه که ضمانت منو یا شفاعت منو پیش اون کس کنیم، من میتونم حرفمو به شما حالی کنم؟ نمیتونم، چون هر چی بگم، هر چی داد بیداد کنم، هر چی حرف بزنم شما نمیشنوید، حرف را پس متوجه نمیشید. شما که آدم زنده است، حالا چه برسه که آدم مرده باشه. خدا من تو سوره فاتحه فرمودن که همون جوری که کور و بینا برابر نیستن، همون جوری که نور و تاریکی، روشنایی و تاریکی برابر نیستن، همون جوری مرده و زنده هم با هم برابر نیستن. و خداوند به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که شما به مرده ها، به کسی که مرده، به هیچ عنوان نمیتونید چیزی رو بشنوانی. یعنی حضرت پیامبر با اون درجات، با اون مقام، با اون درجاتی که داشتن، خداوند میفرمایند که شما نمیتونید به یه مرده چیزی رو بشنوانی. حالا ما که دیگه اصلا حسابمون جداست، چجوری پس ما که انسان عادی و نه در مثلا به لحاظ مقایسه با حضرت پیامبر اصلا به حساب نمیاییم، چطوری میتونیم بریم کنار یه قبری، یه مرده، حرفمون رو به اون بفهمونیم که تازه اون مرده بره پیش خداوند و از ما شفاعت کنه؟ درست. من فکر میکنم با این آیه های روشن سوره فاتحه نیازی هم نیست که اون حدیث ها رو بخوایم تضعیف کنیم یا تصحیح کنیم، چون خیلی واضح خداوند میفرماید که مرده ها رو نمیتونیم چیزی بفهمونیم. تشکرم. من ببخشید وقت تشکر از شما آقا مهدی بزرگوار، الله متعال حفظتون کنه. خواهش میکنم. دوست دارید. خدا نگهدارتون. این آیاتی که برادر عزیزمون بهش اشاره کردن از آیه 19 20 و 21 و 22 سوره فاطر هست که الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان میکنه که و ما یستوی الاعمی والبصیر، کور و بینا با هم برابر نیستن، ولا ظلمات ولا نور، و نه تاریکی ها و نه نور، ولا الذل ولا الحرور، و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. میگه که و نه سایه و نه باد سوزان و همچنین زنده، انسانهای زنده و مردگان با هم برابر نیستن. خداوند هر کی رو بخواد او را میشنواند، ولکن تو نمیتوانی ای پیامبر سخنانت را به مرده هایی که در گور خفته اند برسانی. یعنی در اینجا اشاره صریح و آشکار است که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که مرده ها در قبرها سخنان را نمیشنوند، ولو اینکه حالا بشنوند. ولو اینکه بله بشنوند. ما در همین سوره فاطر آیه 13 رو خدمت شما عزیزان نشون میدیم. ببینید در این که بارها این آیه رو من بهش اشاره کردم، اینجاست در همین سوره فاطر که برادر عزیزمون اشاره کردن، در آیه 13 الله سبحانه و تعالی در مورد اینکه
قدرت الله سبحانه و تعالی که شب و روز رو در هم یعنی شب و روز رو به وجود می آورد و خورشید و سخر الشمس و القمر و خورشید و مهتاب در اختیار او تعالی است و هر کدام و کل یجری لاجل مسمى و هر کدام اینها تا زمان معینی در حرکت هستند. ذالکم الله ربکم، این است الله پروردگار شما. له الملک، پادشاهی از آن اوست. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی که غیر از الله میخوانید مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستند. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر شما اینها رو بخوانید صدای شما رو، دعای شما رو نمیشنون. ولو سمعوا، حالا بالفرض محال اگر شنیدن، ما استجابوا لكم، نمیتونن شما رو اجابت بکنن. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و روز قیامت به این شرکی که شما میخواید انجام بدید اینها کافر میشن، یعنی رد میکنن. ببینید الان ما این آیه رو برادرمون آقا مهدی اشاره کردن بهش، وقتی که اینو بیارید دلیل میارن پیامبر در روز بدر مردگان کفار در چاهای بدر افتاده بود، پیامبر صلی الله علیه و آله اونا رو مخاطب قرار داد. این یک مصیبتی هست که کسانی که در دلهایشان بیماری هست، بیماری شرک، همیشه به دنبال این مسائل میگردن. وقتی که با قرآن جوابش دادی میره تو روایت ها، یک روایتی رو پیدا میکنه تا از این روایت بر اساس اون هوا و هوس خودش یک چیزی رو برداشت بکنه. خدای نکرده منظور من برادر عزیزمون آقای امینی و امثال ایشون نیستن، منتها انسان نباید وقتی در جایی که قول صریح الله سبحانه و تعالی هست و دلایل عقلی و نقلی و منطقی وجود داره به دنبال مسائل. آره شما میگید این حدیث رو، این روایت رو 20 نفر تصحیح کردن، خدا کنه 100 نفر تصحیح کرده باشن. وقتی که میان اکابری مثل طبرانی میان در اصل این قصه اصلا تن وارد میکنن که این یک قصه جلی و ساختگی و ضعیف است. حالا شما آنچه که هیچ شک و شبهه‌ای در صحتش نیست قرآن کریم رو قبول میکنید، یا یک روایتی رو که 100 نفر تصحیح کردن 100 نفرم تضعیف کردن، یا بالفرض محال 100 نفر تصحیح کردن 1 نفر اومده تضعیف کرده. آنچه که قول صریح الله سبحانه و تعالی این است که من دون الله، هر کسی که باشه هیچ نفع و ضرری به شما نمیتونه برسانه. الله سبحانه و تعالی میگه که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت بکنم. مثل داستانی که من یک مرتبه مثال زدم که رئیس جمهوری از شما میخواد که آقای محمودی، آقای امینی، آقای فلانی، شما فردا رأس ساعت 10 بیایید در قصر ریاست جمهوری، من میخوام شخصا با شما ملاقات بکنم، هر چیزی هم نیاز داری بیا اونجا مطرح بکن. بعد این آقای محمودی فردا ساعت 10 ساعت 9 از خواب بلند بشه، ساعت 8 از خواب بلند بشه، ساعت 9 بره پیش سکرتر رئیس جمهور و پیش وزیر امور خارجه و پیش وزیر کشور واسطه من به شما متوسل میشم که منو یه جوری برسونید پیش این حماقت هست یا نیست؟ وقتی که رئیس جمهور تو رو خواسته مستقیم بیا قصر، من میخوام تو رو ببینم، تو برو در خونه وزیر کشور و وزیر خارجه و وزیر فلان و وزیر علان و متوسل شو به این و به اون و رئیس جمهور مستقیم تو را خواسته. ولله مثل الاعلى، الله سبحانه و تعالی میگه ادعونی استجب لکم، من را بخوانید تا اجابت بکنم. حالا من برم به این متوسل بشم، به اون متوسل بشم، پیش این قبر برم، پیش اون پیر برم، این حماقت هست یا نیست؟ خداوند میگه از من بخواید و ما اشاره گردنم به شما نزدیکتریم، هرچی هم بخواید ما به شما میدیم. حالا ما بریم در خونه کسی دیگه، بریم پیش قبر، پیش امامزاده، پیش فلان و علان، کدومش بهتره؟ کدومش با عقل و فطرت سالم بشری، با توحید و یکتاپرستی همخوانی بیشتری داره؟